السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک کم در مسئله مشکل بود. بچه هایی که به قدر زندگی حلال خودشان نمیرسند کم در نصیحت میکردید؟ بسیاری برادرها، بسیاری از مردم میبیان از کار، از کوچه، در دستاشون تلفن، حتی یک زن رسمی شوهرش گرفته پرتافته است. اینو میگه در دستش تلفن و همون تلفنش آواره هست، میگه تا ساعت 1-2 شب همون تلفن آواره، به سوی زن نگاه نمیکنه. یعنی قدری نعمتی که دارد قدر نمیکنه. قناعت گفتگی نعمت است برادرای عزیز. قناعت. همه زنها هم مردها هم غالبا چیزی زیاد میخواهند. مردها میخواهد که زنش فلان فلان صفتها رو داشته و این خیلی نیست. و خیلی اگر رفت و باشد و دیگر عیبها دارد اون زن. و زنی که شما میخواهید به اون درجه، این فقط در جنت است. حور عین، چشماشون کلان کلان، زنهای خوشرو، همه جهته این خیلی زنها در جنت است. این خیلی زنی که هر یک مرد در ذهنش دارد کو همون زن گرفتن، این خیلی زن نیست در دنیا. اگر رفت و باشدم ظاهرا همین خیلی زن اگر پیدا کنید یا گرفته نمیتونید یا علاکه از اون دیگر کس است، یا رفت و گریدم اون یک نوع ضررهای و عیبها دارد که از دیگر زنها عیبش کلان است. بنابراین آن دختری حلال و پاکی که در پیشتون است، اون قدر کنید. اون قدر کنید، الله تعالی ضایع نمی کند این قدردانی شما را. بنابراین برادرای عزیز، این دنیا دنیای فانی هست. این مادامی که همین همسر حلال و پاک دارید، به همین قناعت کنید. به کارهای حرام به دیگر طرف نگاه نکنید. به همسرای خودتان اهمیت دهید. اگر شما عملی صالح کنید و ایمان داشته باشید، الله تعالی از همین همسرتان برای شما زنی تعب دلی خودتان را میدهد. وعده الله تعالی از من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. بعضی زنها، بعضی انسانها زنش او معشوقه خودش، زنش دوست می‌دارد. انا این زندگی ها خوب است. بله مثال وام میخورد زنی که دوست نمی‌دارد لیکن عیب هم ندارد، یعنی حلال است، پاک است، مسلمان است، اطاعت و عبادتش میکنه، خدمت شما میکنه، ولی دوست نمی‌دارد. یعنی اینه به خاطر الله معامله نیک کنید، قطیش زندگی کنید. الله تعالی عوضی نیک میدهد. به خاطر الله عوضی نیک میدهد الله تعالی. بنابراین وقتتون وقتی که 4 ساعت یا 5 ساعت در تلفن وقت گذراندن هیچ گپی ندارد، همین خطی از میگذرد. به جای وای شما اگر کار دنیا هم میکردید قریب $100 $50 کار میکردید. 4 ساعت اگر کار میکردید. اما استفادهش برای علم، استفادهش برای کارهای خیر خوب است. یعنی این تلفن امروز یک وبا هست، یک مشکلی هست که حالی درباره این 1 ساعت علاهیده میکنیم تا اینکه پر تمام جانبهایش را برای شما بیان کنیم. بسیار ضررهای کلان آورده است به مردم مسلمان. بنابراین برادران زیرک باشید. این دشمن است. اینا ساختند، هم از این پول کار کرده ایستادن، هم مسلمان های به گناه و غوطه زنانیده ایستادن. کار کنید که از این فقط فایده گیرید و به ضررش داده نشوید. الله نگه دارد تمام مسلمان ها را. قدری به شوهری پاک و به همسری پاکتان رویتان.